درود دوستان من. امروز در یه هوای بسیار عالی در این طبیعت ناب میخوایم یه طراحی تقدیم حضورتون کنیم از این رودخونه بسیار زیبا. امیدوارم که بپسندین، پس با ما همراه باشین تا کار رو استارت بزنیم و با این زغال طبیعی و چوبی که من خودم از این آتیش برداشتم و آماده کردم که از این رودخونه بسیار زیبای کار شروع کنیم. و اما دوستان، اگر از کارهای ما خوشتون اومده حتما ما رو سابسکرایب کنین و فراموش نکنین که ما کارهای بسیار عالی برای شما در ادامه داریم. حتما ما رو همراهی کنین و به ما انرژی بدین. بله دوستان، با این زغال طبیعی کار رو استارت میزنیم. طراحی ساده ای از این کار انجام میدیم. در مرحله اول جایگذاری عناصر طبیعت و ترکیب بندی خیلی مهمه. ما اینجا درخت ها رو در یک سوم کادر قرار میدیم و طراحی کلی رو پیش میبریم. اینجا طراحی اولیه‌مون آماده است و میریم که یه انرژی بگیریم و دوباره کار رو پیش ببریم. بله دوستان، با همین چوب زغالیمون کوههای دور رو از کل شروع میکنیم، فضاهای دور رو اجرا میکنیم، سایه میزنیم و بعداً میایم وارد جزئیات بشیم. حالا کمی کوههای دور رو میتونیم محو کنیم که از شدت تیرگی کم کنیم. بله، یادتون نره دوستان حتما ما رو سابسکرایب کنین و به ما در ادامه کار انرژی بدین. دوستان، کار در طبیعت بسیار لذت بخشه. ما رنگا رو، فرما رو از نزدیک با کیفیت عالی میبینیم و میتونیم اجرا کنیم. پس دوستان، شما هم حتما تجربه کنین و از طراحی و طبیعت لذت ببریم. بعضی جاها رو میتونیم بهش بافت بدیم، فرم بدیم و تیره، روشن و آنچه که در طبیعت میبینیم میتونیم اجرا کنیم و انواع بافت ها رو ایجاد کنیم. پس ما همیشه اول کلیات رو سایه میزنیم، پیش میبریم، بعد وارد جزئیات میشیم. دوستان، به فرم درخت‌ها توجه کنین. درختان بافت‌های متنوعی داره که ما باید به تیرگی‌ها، روشنی‌ها و ایجاد فرم توجه کنیم. اینجا ما از شدت تیرگی کاستیم و یه بخش از کار رو محو کردیم که بتونیم نورای ملایم رو با مدادهای سفید یا با پاککنای اتودی بافت‌ها رو، نورا رو روی کار بیاریم. اینجا یه سری شاخه‌های ظریف داریم که با یه مداد سفید میتونیم اینجا اجراش کنیم یا با یه پاکن اتودی میتونیم کار رو انجام بدیم. هر جا لازم شد سایه های بیشتری میاریم.
در این قسمت یک کوه جنگلی داریم، اینم اجرا میکنیم. آسمون اینجا یه تیکه عرض میاریم که خالی نباشه و به زیبایی کارمون بیافزاییم. اینجا به ظرافت‌ها و فرم‌های ظریف‌تر می‌پردازیم. سعی می‌کنیم قسمت‌های نور و سایه رو ایجاد کنیم. همینطور روی زمین بافت‌های متنوع ایجاد می‌کنیم. سایه های روی آب، نور، سایه و هر آنچه که میبینیم همه رو ایجاد میکنیم. تیرگی، روشنی، نور، سایه و همه اینا باعث میشه که ما یه منظره خوب در نهایت داشته باشیم. جزئیات و کارهای نهایی تابلو رو انجام میدیم. امیدوارم که از این کار لذت برده باشین و شما هم تجربه کنید. خدا یار و نگهدارتون.